پنل رو حالت آماده به کاره. دمای محیط یا اتاق روم 34 درجه. یه بار دکمه پاور رو از رو پنل یا روی کنترل لمس بکنید صفحه نمایشگر فعال میشه. یه سرمایش دستی یا کول داریم علامت برفک. یه سرمایش آتو با ترموستات. رو هر دو حالت که بذارین تو استارت اول پمپ آب 1 دقیقه کار میکنه، پداتون رو خیس میکنه، بعد از 1 دقیقه فن شروع به کار میکنه. رو حالت اتومات چون داره با ترموستات فرمان میگیره، خودش دو رو میبره بالا تا این دمای 33 درجه رو بیاره پایین که رو پنل براش رو 22 تعریف شده و بعد که دمای محیط اومد پایین رو دور یک دائم روشن نگه میداره که هوای خونه کم گرم یا خیلی خنک نشه. رو حالت اتومات شما دور رو نمیتونین کم و زیاد بکنین. این لیوان آب داخل کولر رو بهتون نشون میده. اگه سطح آب کولر کم بشه یا آب تو کولرتون نباشه خودش پمپ رو قطع میکنه، فقط فن کار میکنه، شروع میکنه چند ثانیه چشمک زدن و بوق زدن، پمپ کار نمیکنه. یه حالت دیگه داره علامت پروانه یا وند، مثل پنکه عمل میکنه، باد خالی میزنه. دکمه تخلیه آب به صورت دستیه که شما هر موقع بزنین رو 30 ثانیه تعریف شده. تو تنظیمات پیشرفته میتونید 45 یا 1 دقیقه هم بهش بدین که آب کولر رو براتون تخلیه بکنه. الان فن شروع به کار کرد، سرعت اینجا نوشته رو 1. حالا به نسبت نیازتون تا حدی که احتیاج دارین میتونین دور کولر رو از 1 تا 50 ببرین بالا. منتها برای مسکونی دور 1 هم براتون جوابه. ماکسیموم شاید تو اوج تابستون که خیلی گرم باشه بخواید رو 4 و 5 بذارین. 1 جوابگوی محیطتون هستش. کنترل حالت رادیویی داره، از هر جایی که بزنین عمل میکنه. سرمایش دستی یا کولتون، سرمایش آتو با ترموستات، دور کم و زیاد میشه، فن خالی، تخلیه آب، دکمه تنظیمات، قفل کودک که اگه بزنین پنل قفل میشه.